مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داد که روز 23 میون سال 2022 معاون وزیر شاهنوزه نودری در یک ملاقات مجازی با رهبر شرکت اتریوت شهر دبی امارات متحده عرب محمود راهپیما مسئله جلب قوه کاری از تاجیکستان به شرکت مذکور را مورد محاکمه قرار داده است. بنا به اطلاع وزارت، این شرکت اتریوت با شرکت‌های معروف اتریوت جهان همکاری داشته در آن شهروندان ملت‌های گوناگون از جمله تاجیکان کار می‌کنند. رهبریت شرکت از سفالت تاجیکان قناعتمند بوده آماده جلب بیشتر کارمندان از جمهوری ما میباشد. عین زمان تصمیم گرفته شده است که تا 30 نفر شهروندان تاجیکستان برای کار به صفت یاردمچی فروشنده و کارمند انبار به شرکت نامبرده سفربر کرده شوند. گفته می شود در خبر یکی از طلبات اساسی این دانستن زبان انگلیسی می باشد. این چنین ضمن ملاقات تمام مسائل ها از جمله شرط و شرایط کاری و بود و باش کارگران تاجیک مورد بررسی قرار داده شد. در فرجام تصمیم گفته شد که جهت سفربر نمودن داوطلبان به امارات متحده عرب بین شرکت مذکور و اجنسی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شرطنامه همکاری به امضا رسانیده شد. در حال حاضر روسیه و قسما قزاقستان بازارهای اساسی برای مهاجران کاری از تاجیکستان باقی میماند. سالهای آخر شماره از مهاجران تاجیک در جستجوی کار خود را به ترکیه و کشورهای عربی و همین طور به اروپا و امریکا و کانادا و حتی به کره هم میزنند، ولی فایزشان در حجم امور قوه کاری صادراتی از تاجیکستان در مقایسه با لشکر بزرگ مهاجران تاجیک رویی روسیه و قزاقستان هنوز خیلی نوچیز است. مقامات تاجیکستان سالها باز تلاش دارند که منبع‌های نو برای ارسال قوه کاری را از کشور پیدا کنند.